تحقیقات نشون میده زمانی که مغز شاهد خیانت طرف مقابله، معادل 4 بار تجربه مرگ پدر و مادر به بدن داره فشار وارد میکنه. بی‌وجدان ترین آدما اون زن و مردایی هستن که آتشی به جونت میندازن، داغونت میکنن، کبابت میکنن، دغمرگت میکنن، اما داستان رو برای بقیه دقیقاً از جایی تعریف میکنن که تو دود از وجودت بلند شده و اینکه همش داری پرخاشگرانه رفتار میکنی و به این و اون میپری، اما دیگه از زخمایی که خودشون بهت زدن هیچی به بقیه نمیگن، فقط از فریادهات، از داد و هوارت برای بقیه میگن و تو رو میسپرن به قضاوت ظاهری مردم و خودشون میایستن یه گوشه و با قیافه مظلومی نگات میکنن. اینا خیلی پستن، اینا خیلی بی‌وجدانن. زمانی که مکالمه فردی با شما کوتاه‌تر میشه، یعنی مکالمه ایشون با شخص دیگری داره بلندتر میشه. تحقیقات نشون میده زمانی که مغز شاهد خیانت طرف مقابله، تحقیقات نشون میده زمانی که مغز شاهد خیانت طرف مقابله، معادل 4 بار تجربه مرگ پدر و مادر به بدن، به جسم، به روح، به روان داره فشار وارد میکنه. اینو خیلی به خاطر بسپارید. آشغال یه مرد میتونه جایزه یه مرد دیگه باشه، اما آشغال یه زن آشغال همه زن است. این یک حقیقت غیر قابل انکار. دوباره میگم آشغال یه مرد میتونه جایزه یه مرد دیگه باشه، بسته به اون داره، اما آشغال یه زن آشغال همه زن است. این یک حقیقت غیر قابل انکار. دختره بهش پیام داده، همین چند روز پیشا دختره بهش پیام داده که تو چرا وقتی دروغ میگی و من لبخند میزنم فکر میکنی من خرم؟ خب یه بارم فکر کن دارم به خریت تو میخندم، یه بارم که شده فکر کن من دارم به خریت تو میخندم. یه بار یک کسی ازم پرسید خب دکتر جان بالاخره ته این رابطه های عاشقانه و این خیانت ها و این دلبری ها و این دلدادگی ها بالاخره چی میشه؟ گفتم هیچ. ته قضیه اینه که قلب نصیحت های مغز رو میپذیره و فیلم تموم میشه. این صحنه آخر. ته قضیه اینه که قلب نصیحت های مغز رو میپذیره و فیلم تموم میشه. این صحنه آخره. من معتقدم که همیشه یک مجرد تنها از یک متأهل تنها خوشبخت‌تره. دوباره میگم همیشه یک مجرد تنها از یک متأهل تنها خوشبخت‌تره. یادتون از چند سال پیش خدمت شما گفته بودم که هزاران بار بیچاره‌تر و بدتر از علاقه های یک نفره، عشق های یک نفره،
تنهایی های 2 نفر است، خیلی بدتر از علاقه های 1 نفره تنهایی های 2 نفره. الانم به شما میگم همیشه یک مجرد تنها از یک متأهل تنها خوشبخت‌تر. پس به هر قیمتی ازدواج نکنید. همه چیز، تقریبا همه چیز به شرایط آدم ها و تجربه شخصی آدم ها بستگی داره. در واقع تنها بودن میتونه فضایی برای رشد فردی، کشف علایق و آرامش ذهنی رو براتون فراهم بکنه. از طرفی هم یه رابطه موفق میتونه منبعی از امنیت، منبعی از همراهی، منبعی از انگیزه باشه. میخوام اینو عرض کنم که تصمیم به ازدواج هرگز تصمیم به ازدواج نباید از روی فشار اجتماعی یا از روی ترس یا از روی تنهایی یا از روی ترس از تنهایی باشه. مهم اینه که آدم با خودش صادق باشه و بدونه که چه چیزی براش خوشبختی میاره. شاید بشه گفت که خوشبختی درونی تر از اونیه که فقط به مجرد بودن یا متأهل بودن خلاصه بشه. خیلی به این دقت کنید. باشه یادمون نره زندگی با گریه شروع میشه و بی صدا تموم میشه. عشق، هر عشقی اوائل کمی با ترس شروع میشه اما با اشک تموم میشه. هدف با آرزو شروع میشه اما با مقصد تموم میشه. سفر با ذوق، با اشتیاق، با ولع شروع میشه اما با خستگی تموم میشه. درد با زخم شروع میشه و با درمان تموم میشه. اما بندگی عارفانه از هر جایی و به هر شکلی که شروع بشه هیچ وقت، بندگی عارفانه هیچ وقت تمومی نداره، هیچ وقت تموم نمیشه. آن نفس که شد عاشق اماره نخواهد شد. این نیم بیتو به خاطر بسپرید، اینو به همه انتقال بدید. آن نفس که شد عاشق اماره نخواهد شد. نفسی که عاشق میشه دیگه دنبال بدی نیست. آن نفس که شد عاشق اماره نخواهد شد. چشم اگر این است و ابرو این و ناز و عشوه این، چشم اگر این است و ابرو این و ناز و عشوه این، الوداع ای صبر و تقوا، الوداع ای عقل و دین. اونقدر اون نگاه اثر میکنه که همه وجودشو میبلعه توی همون نگاه. چشم اگر این است و ابرو این و ناز و عشوه این، الوداع ای صبر و تقوا، الوداع ای عقل و دین. آره دیگه میباز. اینو به خاطر بسپرید. هر چیزی که قرار نیست دیگه، هر چیزی که قرار نیست دیگه، یعنی از این به بعد به شما خدمت کنه، تو این چرخه جدید زندگی از سر راه شما کنار میره. چرا؟ چون شما باید وارد مرحله بعدی بشید. رابطتون ممکنه یه جایی با کسی یا کسانی قطع بشه.
چون دوره حضور اونها در زندگی شما دیگه تموم شده. شغلتون ممکنه شغلتون از دست بدید، حرفتون، شهرتون، محبوبیتتون، منبع درآمدتون، هر المانی که به واسطه اون بین دیگران شناخته شده هستین، اگر میبینید که کمرنگ شده، به خاطر اینه، فقط به خاطر اینه که دوره خدمت اون المان تموم شده، به پایان رسیده. بنابراین بیاید بپذیریدش، بیاید باهاش خداحافظی کنید، بیاید آماده بشید که وارد مرحله بعدی بشید. آماده بشید برای ورود به مرحله بعدی، با خداحافظی از اون رابطه، با خداحافظی از اون حرفه و مهارت، با خداحافظی از اون شغل، با خداحافظی از اون شهر و با خداحافظی از تمام اون گذشته‌ای که شما ارتباط روحی باش داشتید. اینو یادتون نره. آغاز رشد یعنی وداع با یک چیز، یک رابطه، یه رفیق، یه دوست، یه پدر، یه مادر، یه برادر، یه خواهر، یه شهر، یه حادثه، هر چیزی. رشد یعنی آغاز پایان دادن به یک چیز. من معتقدم که بعد از آموزش خواندن و نوشتن به کودکان، مهمترین مهارت لازم برای کودکان مهارت حل مسئله، مهارت تاب‌آوری، مهارت ارتباط، تفکر خلاق، تفکر انتقادیه. برای این آموزش دستگاه بستنی سازی رو توی خیابون قرار داده و هر بچه‌ای بستنی خواست خودش بره بستنی بزنه. یعنی اومدن توی خیابون این دستگاه رو گذاشتن، به نوعی بچه ها رو هم تشویق کردن که از این خیابون عبور کنن. اونایی که میخواستن بستنی داشته باشن باید خودشون میرفتن این بستنی رو تهیه میکردن. بستنی فروشم به بچه ها میگه که هر موقع نون بستنی پر شد دستگیره رو بکشن. بچه‌هایی که نمیتونن مانع قطع شدن ریختن بستنی بشن، بچه‌هایی هستن که زود گریه میکنن و به هم میریزن، چون میبینن به شدت این بستنی داره میاد و اینا نمیتونن نگهش دارن، کنترلش کنن، قطعش کنن. گریه میکنن، به هم میریزن و از بقیه میخوان که کمک کنن. نکته مهم توی این آزمایش اون مقدار و میزان تاب آوری و خونسردی اون بچه ها در مواجهه با مشکلات و چالش هاست. بعضی از بچه ها تا 10 ثانیه، 20 ثانیه، 40 ثانیه خونسرد، بعد به هم میریزن. بعضی ها تا 1 دقیقه، بعضی ها بعد از 5 ثانیه حالشون تغییر میکنه، به هم میریزن، گریه میکنن، بغض میکنن. اینکه چقدر میتونن اینها روی پاهای خودشون موقع مواجهه با مشکلات بایستن، این یه معیاره، این یه ملاک. جالب اینه که بچه هایی که دیرتر گریه میکنن و دیرتر واکنش نشون میدن، بچه هایی هستند که در خانواده یا مدرسه بیشتر در معرض شکست ها قرار گرفتن. جایی که به بچه ها فرصت شکست، دقت کنید اینو، جایی که به بچه ها
فرصت شکست و تجربه و ریسک داده نمیشه، قطعا این بچه ها در آینده به مشکل برخواهند خورد بدون شک. بنابراین این رو به عنوان یک معیار در نظر داشته باشیم برای تربیت که شکست، چالش، ریسک، تأمل، تحمل، تنش، ترکش، همه اینها لازمه مسیر تربیت از طریق تاب‌آوری، از طریق مقاومت محصولی ایجاد میکنه به نام رشد.